میگه خدا کار خطا نکنه روی جهل و جاهلیش خدا خطا کار یا خدا خطا میکنه با تلفن میگم 3 طلاقت کردم همین آدم اگر همین عقیده باشه ایدین خارج میشه 100% کدام کارت خوب میکنی بعد میگی دشنامیکدگی و هستن اخلا برکتا مردم هاجر اون الحمدلله امروز رستوران مرکز کریم ماشینا کی پرادو دترا میبرده میورده باشه یکم نظر کنی گو که نیسان قتی سیمی مسشنی کامفورت میشینی به حضورم خیلی درازش میکش فهمیدی میزنی میرای میای اینو مو گاب زنش ان شاء الله ساق سلامت میرین خدا خواسته باشه و ما در حق شما دعا میکنیم شما فقط سفرتون به خطر باشه ساق سلامت برین بو بار بگردین با پیشی جای کارتون بیاین کارتون دوام بتین برادر عزیز علیکم سلام و رحمت الله ما که راه دکم کارات زاد جدا میست مازر جان سوزی خوبی تمام گام نیز بهترین چی حال داری کارات خوبه بشری خوبه مایده با ورک اسم میریم گشت اسم ما نمیشه بهترین همین مسئله چی را گفتم ویدیو رو کردم دیدی کو نگاه مست خدا کاری خطا نکنه از ما تو را جدا نکنه منم عاشقی چشمان مست جایی تو در دلم هست همین یک دو سوالا بود بگفتم من خود پرسم همین مسئله را دین ما در روی کردن دیدم راستی همین قیسوس زدم فکر کردم هیچ که طوری نگرفت که مثال همین گپ همین مثال وای باشه بگم که نخای ایخه گفته نیفته میگم وای که همین چی باشه شاید آدمو در کامنتر بنویسن که بگن که معنای گپ همین خیلی نه که من نیفته معنای گپ هم اما ویدیو را خود دیدی هم فکرم دیدم یک سراینده خودمون همین چیزی خودمون میگه خدا کار خطا نکنه مرا از تو جدا نکنه میگه اگه این گپ بگی این گپ تو کجا را میبره آدم حضرت ما شاید ویدیو سبب شوه به همین آدم هم برسه ما یکم گپی بد نمیگیم اون کسی یکم سرزنش هم نمیکنیم تنها میخوایم در این مسئله صحبت کنیم که آیا گپی همین درسته همین گپی همین گفته است همین خیلی مثال طبق اسلام اگر بگیریم آدم چی میشه مثال اگر برکس قصدن گفته باشه روی جهل و جاهلیش نه قصدن اگر گفته باشه اگر روی جهل و جاهلی باشه ما میدونیم که همه انسان خطاکاره فهمیدی برای همین را گفتم حضرت جان خیلی بود دیدی ویدیو را گپش که درست نیست برای نه گپش درست نیست گپی گفته که گپ خطا گفته گپی که میگه که خدا کاری خطا نکنه سبحان الله ما بنده خطا کاریم حضرت یگم الله سبحانه و تعالی از همه چیزا گفت گپا پاکیزه تو پاکه یگم گفت گپا خطا کار نیست ما بنداش ها خطا کاریم خطا میکنیم نه که این آدم به این گپش مثال گپی که زده اگر خستم باشه من فکر میکنم که با دانا و دانا دیده و دانسته آدم از این خارج میشه به این گپش توری باش مثلا اگر مثلا همین کلمه‌اش باشه که به معنای که خدا خطا میکنه کو مثلا خدا خطا کار یا خدا خطا میکنه در همین گپا مثلا همین کلمه‌های کفره این مثلا آدمو ایدین خارج میکنه 100% به یگون شک شبهه است اگر ایره قصد شدیدن در کار که قصدش که ظاهرا همین رفته است نه که اگر قصدش باشه مثلا تقدیر خدا یا مثلا تقدیری که در پیشونیم نویسندگی مثلا در تقدیری ما در مثال زندگی عمری مرا خدا مثال ننویسونه برای ایت جدا شدن این دیگه معنی داره مثال و معنی که خدا که در تقدیر ننویسنده باشه همیرا خدا ننویسنده تقدیری ما در همیرا مثال یک معنی داره یک آدم ایدین خارج نمیکنه یکی اون شخصی میگه که خدا خطا میتونه بکنه یا ای خدا یک خطایی شده میتونه همین آدم اگر همین عقیده باشه ایدین خارج میشه 100% بله برای همین انا شاید این هم بگیم یک گفتی گپا زنی تاجیک هست ما را گفتیم که اگه گپی سخت نمیگیم تنها ای ما گفتی گپا فهموندن و گفتن باز هم ویدیویی که کده بدم درباره هم خدمت قربان هم گپ زدیم همه کوره همه هم بگو شما هم رسیده گفتی گپامون شنیدم ویدیو کدگی ویدیوش هم حتی دیدم همین که نام نبرد مرا مثال نکی فهمیدم گفته مثال مرا گفته که نصیحت کردن خوبه برای نیت موفقت همیشه که برادر خواهر ایدین خارج نشون گپی کفری نزنن یا
سرود میخونی یک سرود خوندم اینه که خیلی نام الله پیامبر مثل خیلی گپون نیور و یکمش سرود خوندن هم حضرت درست نیست طبق آیت قرآن سوره لقمان آیت 6 خطا سرود خوندن یا مثل رقص و بازی که خودمونیم که مثل در دین اسلام گناه یکی مثل با وقتی که آدم همین از بالای گناه با کلمات کفری میگه یا کلماتی که از دین خارج میکنه ای با مثل یک بگیم یک که کلماتی بالای سر گناه با افتادم 200 که دیگه بالای سرش مونده است از دین خارج شدن مثل این تمام این گفته آدم می توچکه‌ای که مثل این دیگه اوسش دیگه نیست یکون چی وقتی که آدم از دین خارجی تمام دیگه گناه میکنه چیکار میکنه دیگه تمام از دین خارجه. بله اگر دیگه پیامی قصدم باشه من فکر میکنم پیشنهاد ما همه که همین سرودی خونده هم بهتر و خوبتر میشه که او دلیلش کنه یا که بگیرشه او دلیل کنه توبه و نظامت کلمه شهادت عرضه کنه سرینا و تمام یگان ممکنه دوره مثل در همین حالاتش برای بهترین کاری و کلمه شهادت عرضه کردن است. بله 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 حضرت بعد چند سوالای دیگه از تایم اسکرین شات کردم گرفتم ما را سوال میتونم خیلی میکنم مرحمت حضرت ولی انا خب سوالی انا نوبتی مونو اینجا سر میکنیم. خب السلام علیکم استاد یک سوال هست مثلا من کار میکنم 2 هفته کار 2 هفته اودیخ میکنم کارم در دیگر شهر است از جای من زندگی میکردگی 140 کیلومتر من باید نماز رو به طرز سفر پوتنیک مقصد خونم درست است یا نمیگه جای چند کیلومتر میگه 140 جای کارش مقصد 140 کیلومتر جای کارش میره میگه قصر بخونم نماز اوجا مقصد کوتاه کده بخونم وقتی همون جای کارش که میره واکو جای کارش که راه 140 کیلومتر که باشه با نیت سفر که همونجا رفت همونجا قصر میخونه همونجا قصر میخونه بعد که برگشت با خونه رو اومد با اینجا پره میخونه با پره میخونه نکی میگه من هر روز همونجا کار میکنم 2 هفته میگه کار میکنم 2 هفته اودیخ یک هفته گفت 2 هفته گفت وقتی که همون میرم 1 هفته قصر میخونه یک اگر مثلا جای خیلی نازکیش که تو مثلا 1 هفته یا مثلا آدم 13-14 روز میره با مثلا میگن 15 روز انا 15 و 16 و 17 اوس رقمات تمام که سفر نمیشه و پره میخونه نه این خودش هم 14 روزه این میخونه این قصر نچید میخونه اما این قصره با حضور قصر میخونه. خب حضرت رحمت انا که بود دیگه سوال شوز بی. خب سلام علیکم یک سوال دارم من زن دارم صاحب یک فرزند در بینمون گپا میگریزه و تلفن میگم 3 طلاقت کردم چی میشه آیا پشیمونم در مهاجرتم مثلا در مهاجرت دایست خطی زنش جنگ میشود با تلفن میگه 3 طلاقت کردم حضرت تمام اگر این مرد گفتش با تلفن که من تو 3 طلاقت کردم 3 طلاق میشه حضرت واقع میشه 3 طلاق جفت واقع میشه و مثلا همه کلمات طلاق تمام همه ویدیو که دیگه مفتیس مردم که احتیاط کنن نگن بعد پشیمونی دوره بعد مثلا 100 گپ روایت گفته میگردیم اگه یک خلاصه پیش مفتیات برو وقت تاجیکستان رفت پیش مفتی قاضیات میرون فتواشون میگیرن پای زندگیشون وجود علمای خوب هست خدا باشه ان شاء الله خیلی هم سوالش گرفت. خب دیگر سوال السلام علیکم اکا جان ما اکا جان همه وقت حیض بدن میتونم ذکر کنم یا سوره خونم میگه که السلام علیکم در وقت حیض بدنم میتونم ذکر کنم یا که سوره خونم میگه در وقت حیض بدن مثلا زن منع هست مثل حرام سوره خوندن نماز خوندن طواف کردن مسجد اومدن زن ممکن اجازه نداره برای ذکر کردن اجازه داره ذکر صلوات و مثلا تسبیح گردوندن هر یک وقتی نماز که اومد جای نماز میشینه تسبیح میگردونه این کلی بهترینه برای زن بهترینه تمام ان شاء الله که سوالشو میگیره. خب دیگه سوال رو میذاریم السلام علیکم اکا دیگه آدم نیفتم سلام بهتون میگم اکا پدر مادرم حج روی کنم کدنیم اگر قرض کنم درسته با قرض رو میکنم شونه خلاصا میگه قرض کنم حج روی کنم پدر مادرم درسته که نه اگر مثلا همین مردک امکانیت داره قرض پرداخت کنه بعد آینده ده
با امکانیت داره وضعیت مالیش خوبه هیچ گپی نداره قرض میگیره پدر مادرش رو روی میکنه با اساس قرض محکم میکنه یکی آدمی که مال نداره امکانیت نداره وضعیتش وضعی نه خودش به زور کار کرده است با برای قرض بگیره پدر مادرش حج روی کردند در همین حالت اجازه نداره اجازه نیست ها شما تمام خواهشم مالش میگیره خب اخیرا سوال بکنم سلام علیکم دوملو من بعد خدمت اومدم مادر و پدرم جدا شدگیان این کار چند سال شد من پدرم 18 سال کلان کردک من بعد خدمت پیش مادرم اومدم گویا من چیکار کنم همه میگه پیش پدرت من با فکر شما دینی ما چی میگه التماس جواب دهید من راستی خودم نفهمیدم خود فهمیدیش نه من خود نفهمیدم خب من بعد خدمت اومدم مادر و پدرم جدا شدگیان میگه ای خدمت برگشته پدر و مادر جدا شدگیان این کار چند سال شد من پدرم 18 سال کلان کرده من بعد خدمت پیش مادرم میگه اومدم آیا من چیکار کنم اصلا ای پیش مادرش اومده بعد خدمت جدا شدن خود پیش مادرش رفته پیش پدرش نرفته این میگه اسلام چی میگه مثلا پیش کومش برام مثلا پیش پدر و مادرم اختیار داره میتونه پیش پدرش برام میتونه پیش مادرش برام هم پیش پدرش برام هم پیش مادرش برام مثلا هر جا زیارت کنه چی نمیکنه هر دوش زیارت کنه یک طرفا نشده میشه پیش مادر پدر پارتو یا پیش پدر مادر پارتو هر دوش باید نگاه کنه هر دوش باید خرسند کنه بهترین کار میشه بهترین میشه خیلی نمی 5-4 سوالی که بود ازت فکر میکنم اما جوابشون گرفتن تمام دیگه ان شاء الله که اگه گفتگو گپوچی نیست سوالو اگر بنویسن مردم زیر همین کامنتار کنن سوال بنویسن سامیگاه داشتم نکنن سوز بزرگ نمی داشتم اهمیت دون در کار نیست این مردم در همه جا است کدوم کارت خوب میکنی بعد میگی داشتم میکردگی و هستن که خدا همشون هدایت کنه خدا او بخش گناهاشونه این مثال وقتی که داشتم میکنن کو مثلا آدم چخله مثلا آدم خوب همه را خوب میبینه همین آدم که خودش بد باشه همه را فکر میکنه خیلی آینه خودش ما هستیم حضرت بله ایسا میگه خودش شکرات کردیست همین هر یک داشتمی که میکنن ازت همین میگن چی میشه در عوضی داشتمی او در این آدمی که آدم داشتم کرد دیگه حالا این آدم کفارت گناهش میشه روز قیامت مثلا هر یک آدمی که مثلا ترا یا مرا داشتم میکنه روز قیامت مثلا ما همون چیزی که عملای صالحی که داره کو همون چنین داشتمش عملای صالحش هم میگیریم اگر عملی صالح نداشته باشه همون چیزی که در گردم اگر گناه کرده باشیم که ما گناهمون همون قدر میتیم شه و از پی کورو میشه فهم حضرت خیلی خدا بخوبی گپو هدایت کنه همون امین خدا همون را نگه داره حضرت مال حضرت جان ان شاء الله مالش برکت باشه ان شاء الله الله خدمت مال رحمت خب برادر عزیز چی سوالی باشه بنویسین انا ما حضرت خطیب باینم خیلی میبریم سوالاتون رو جواب میگیم ابونه شین در کانال خدا خواسته باشه ویدیوی نما انتظار باشین بعد لیت سکنی الله استون کنه سلام علیکم